مختلف ستاره افغان آمدن رنگ و بو گرفتن و یکی از اشتراک کننده هایی که از طریق رقابت آنلاین اشتراک کرده بود در برنامه و موفق شد و بدل همه شما جا گرفت، نامش بود آگوست پراتاما از اندونزیا. آگوست پراتاما را از اندونزیا دعوت کردیم بیاین کوتاه اول در موردش ببینیم، بعد هم یک اجرای جانانه داره. به افتخارش کف محکم. سلام، ما آگوست پراتاما هستم. ما خیلی خوش هستم که ستاره افغان مرا برای برنامهشان به کابل دعوت کرد. خانواده ما به ما افتخار میکنند. وقتی رسیده بود که اندونزیا را ترک کرده و از فرودگاه اندونزیا به کابل سفر کنم. این یک سفر عالی برای ما بود. با مردم جدید از کشور دیگه، زبانهای جدید، آب و هوای تازه، غذاها و فرهنگهای مختلف آشنا شدم. اینجا دریاچه قرقه است. منظره زیبایی داره. آبی دریاچه آبی است و مانند الماس میماند. بند کرگا بکشور مقبول است. علی بیشتر خوش هستم که در کابل هستم. حالا با امید خدا من میتونم 12 بهترین های برنامه ستاره افغان از نزدیک ببینم و همراهشان آواز بخوانم. ما آهنگ های افغانی را بسیار خوش دارم. امیدوار هستم که در این سفر بتانم خوشی را به مردم افغانستان تقدیم کنم. انشالله. دیدن افغانستان یکی از آرزوهای ما بود و من به آرزوی خود رسیدم. Salur kunya dunyawi sadefu heder jumana zuma mini zuma zana خایستا افغان
افغانستان زمامینی زمازانا خایستا افغانستان زمامینی زمازانا خایستا افغانستان. Ambassador Afghanistan. Zindabad Afghanistan. با همین احساس، با همین لباس مقبول افغانی ما و بر وحدت ملی ما آگوست پراتاما میخوانه. ارزش داره که ما یک بار در آغوش بگیرمش. آگوست پراتاما. تشکر آگوست پراتاما، بسیار خوش آمدی به افغانستان و به برنامه ستاره افغان. تشکر مخصوص هستم که در افغانستان هستی افغانستان و در برنامه ستاره افغان. ما کوتاه میخوایم نظریات دارای ما را در مورد آگوست پراتاما که از اندونزیا تشریف آورده و مهمان عزیز و گرامی ماست بشنوم. رامش گرسه. اما رقم که میگن که موسیقی سرحد نمیشناسه، واقعا که موسیقی ما را حس میکنه بسیار بر من جالب است و خود آهنگ شفیق مرید آهنگ بود که هم از لحاظ گام و هم از لحاظ ریتم ساختار موسیقی، ساختار آهنگسازی یک آهنگ افغانی بود و این آدم او را بسیار خوب حس کرده بود و چی یک آواز مقبول بسیار طبیعی از این سینه میخوان، بسیار فوق‌العاده. قابل ارزش است حضور هنرمند عزیزی از سرزمین اندونزیا و این مبین چی است؟ مبین دلبستگی و علاقمندی مردم نسبت به برنامه ستاره افغان که از طریق تلویزیون طلوع پخش میشه. حضورشان خیر مقدم میگیم. خوش آمدید. تشکر. تشکر شریف غزل جان. تشکر Kasim Ramis John, Tasyakur Shadkham John, Tasyakur Shahla Zalan John. I love you Afghanistan. تشکر پراتاما. thank you. دیر مننه. موفق باشی. all the best. بفرما.